برادر عزیزم در دینتون صبور باشید. صبر کنید. بدون صبر عقیده داشتن، دین داشتن ناممکن است. چخیلی که الله سبحانه و تعالی به پیامبر گفت فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل. صبر بکن چگونه که اولو العزم از همه پیامبران بزرگ صبر کردن. نوح، ابراهیم، موسی، عیسی و محمد صلی الله علیه وسلم. همه این علمای بگم همه این انبیاء الرسول بزرگترین به صبر دینشون نگاه داشتند و به دین وفات کردند. صبر بکنید. بدون صبر دیگر راه نیست. صبر جمیل. برای همین شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله میگن بالصبر والیقین تنال الامامه فی الدین. با صبر کردن و یقین داشتن در عقیدت. یقین میکنی در عقیدت و همین با صبر کردن میستی. همه شبهات این کار میکنی. به علم میستی. درجه امامت، درجه بالاترین انسانیت